дар суҳбат бо масъулони ОЗМУНИ шаҳри Чакомаи Гесу дарёфтем ки ҳадафи асосии баргузории ин чорабинӣ маърифии сару либоси миллӣ, ороишу парвариши мӯй, дардории расму оинаҳои миллӣ ба ҳисоб мераванд. баъдан иштирокчиёни ОЗМУН аз рӯи 4 шарти муайяншуда байни ҳам қувва озмуда ҳар яке кӯшиш мекард ки дар иҷрои талаботҳои ОЗМУН бештар муваффақ бошад. ту якдои мани ای تاجیکستان، تمنای منی ای تاجیکستان، بیبالم با همه بود و نبودت، مرا تو میهنی ای تاجیکستان. همتیاران عزیز، بانوان و گلدختران نازنین، حضور نیکختر شما را در این بارگاه هنر تالار زیبای مجموعه فرهنگی ایجادی به نام استاد لایق شیرعلی که در این لحظه های فرح بخش دور یکمی فستیوال آزمونی چاکومائی گسو برگزار می‌گردد. صمیمانه خیر مقدم می‌گوییم. فستیوال آزمونی چاکومائی گسو همه ساله محض با شرافت صاحب استقلالی وطن عزیزمان زیر سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان با شکوه و شهامت والا در تمام شهر و ناحیه‌های کشور بیشت آزایمان با تنتنه برگزار می‌گردد. التجا دارم که مویت را مبار، کاکلان مشک بویت را مبار، زینت باغ لطافت کاکل است، در نزاکت گوی رشک سنبل است. حاضرین ارجمند، فستیوال آزمونی مذکور با مقصد معرفی سر و لباس ملی، آرایش پرورش موی، ترغیب و تشویق میراث عنعنوی موی‌بافی، جمالک بندی، نمایش گیسوی دراز، ترانه‌های مردمی، رقص و سرود، بدیهه‌خوانی و غیره گذرانیده می‌شود. ترتیب برگزاری آزمون: دور یکمی آزمون در مؤسسه‌های تحصیلات عالی، کسبی، میانه در جماعت‌های دهات و شهر و ناحیه‌ها برگزار می‌گردد و دور دوم با اشتراک غالبان دور یکم در مرکز ولایت شهر خوجند گذرانیده می‌شود. امروز باشد در دور شهری فستیوال آزمونی مذکور نماینده ها از جماعت های دهات، مؤسسه های تحصیلات میانه عالی، کسبی و همچنین نماینده ها از جماعت های دهات و شهر محله ها اشتراک میکنند که ما البته با این اشتراکچیان برای کامیابی را تمنا میکنیم. حاضرین ارجمند، هر یک آزمون در برابر نظامنامه، ترتیب، مقصد، طلبات‌های خود را دارد که حالا شما را با هیئت حکمان فستیوال آزمونی شهری چاکومائی گسو آشنا می‌سازیم. رئیس حکمان خدایار و نارینیسا، نامزد علم‌های پداگوژی، سرور پایگاه باستانشناسی، اعضایان: حمیده خالوه، رئیس سابقه‌داران کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، سابقه‌دار خدمت دولتی، دارنده افتخارنامه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. صابر و محبت، نامزد علم‌های طب، دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان، دیرکتور کالج طبی. زمان و همزیره، مدیر شعبه کاربازداران و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن. احسای و دلفوزه، حقوقشناس دولتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در شهر
پنجکن. باباکالون و زرینه راهبر جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرافشان و نعمان و آزاده راهبر تالار عروسی آزاده. ما اطمینان کامل داریم که اینجا بهترین متخصصان را به هیئت حکمان شامل کردن. آنها صافدلانه و اشتراکچیان امروزه ما بهاگذاری خواهند کرد. و پیش از آغاز فستیوال ОЗМУНИ امروزه سرود با نام جوانی در اجرای هنرمندان خانه فرهنگی شهری رقمیه پیشکش شما می‌گردد. مرحمت. در مکتب جوانی درسی محبتی ماست. پیغامی مهر گفتند امروز نوبتی ماست. چون وقتی ما شکوفان گلهای زندگانی زیبنده و فرح بخش دنیای نوجوانی. دنیای نوجوانی جوانی همنشین نوایم. جوانی آهنگی آشنایم. جوانی شاد و جوان و زیبا. جوانی ایام دل ربایم. جوانی ایام دل ربایم. میراث داده بر ما گل گشت این وطن را. ما نوجوان بیداریم این باغ و این چمن را. فرخنده با کشور از شوکت جوانی. پاینده و مظفر چون دولت جوانی. چون دولت جوانی جوانی همنشین نوایم. جوانی آهنگی آشنایم. جوانی شاد و جوان و زیبا. جوانی ایام دل ربایم. جوانی ایام دل ربایم. جوانی همنشین نوایم. جوانی آهنگی آشنایم. جوانی شاد و جوان و زیبا. جوانی ایام دل ربایم. جوانی همنشین نوایم. جوانی آهنگی آشنایم. جوانی شاد و جوان و زیبا. جوانی ایام دل ربایم. جوانی ایام دل ربایم. جوانی دوش در حلقه ما قصه گسوی تو بود تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. میگذاریم به بخش‌های فستیوال امروزه. فستیوال از روی 4 بخش گذرانیده می شود. بخش اول آرایش و معبافی قدیمه بوده. هنر والای مشروطه ها و با این وسیله در دایره رسم و آیین‌های ملی سرشایان و عروسبیاران، معبافان و زلفاندازی با لباس‌های خاصی محل نمایش داده می‌شوند. مرحمت اشتراکچیان را پذیرایی می‌کنید.
سرود من به نام ملت است. جمله ایجادم به پاس و احترام ملت است. جانی من از ناتمامی پای بر غربت منه، رو به وحدت کن که آن فصل و تمام ملت است. سرود گل دختری خانه در اجرای علوچی فرهنگی جمهوری تاجیکستان خیام عمرов. گل دختری خانه مو یکان دانه دانه، ای گل دختری خانه مو یکان دانه دانه. عاشق شدم برویت تو خوش رو یگانه، عاشق شدم برویت تو خوش رو یگانه. دختر قامت بلندی جانی بی ما میخندی، دختر قامت بلندی جانی بی ما میخندی. خنده کنان گذشته شاید به ما دل بندی، خنده کنان گذشته شاید به ما دل بندی. ای گل دختری خانه مو یکان دانه دانه، ای گل دختری خانه مو یکان دانه دانه. عاشق شدم برویت تو خوش رو یگانه، عاشق شدم برویت تو خوش رو یگانه. قدی رسا بنازد گل کوکولوی درازد، قدی رسا بنازد گل کوکولوی درازت. ای وای دیلم برده شیرین شیرین آوازت، ای وای دیلم برده شیرین شیرین آوازت. ای گل دختری خانه مو یکان دانه دانه، ای گل دختری خانه مو یکان دانه دانه. عاشق شدم برویت تو خوش رو یگانه، عاشق شدم برویت تو خوش رو یگانه. ای گل دختری خانه مو یکان دانه دانه، ای گل دختری خانه مو یکان دانه دانه. عاشق شدم برویت تو خوش رو یگانه، عاشق شدم برویت تو خوش رو یگانه. ای گل دختری خانه هی تو خوش رو یگانه، ای گل دختری خانه هی تو خوش رو یگانه. شمس و قمر و ستاره باران اینجا، لعل و گوهر و یاقوت و مرجان اینجا. شکر شکن است طوطی در محفل ما، بالی در و خان از زرفشان اینجا. حاضرین ارجمند حکمان محترم میگذاریم به بخش دومی فستیوال آزمون. بخش دومی فستیوال آزمون با عالم افسانه و زیبایی شباهت داشته، حسن و ملاحت و طرافت موی نمایش داده می شود. مرحمت اشتراکیان را استقبال میگیریم.
گیسوی انبرین به گیسو کشم ماه را بر زمین. بدیهه در اجرای اصلیدین حکیمов و زلفیه خالمرادова. مرحبا. جهان چشمی مرا دوخته عشقی تو به جانم آتش افروخته از بس به دلم دست درازی کردی از بس به دلم دست درازی کردی دستت زی حرارتی دلم سوخته جان دستت زی حرارتی دلم سوخته جان لای 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 دلم کباب است جان لای 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 دلم کباب است چشمی دل برون جام شراب است آی رو باب است دل کباب است آی رو باب است دل کباب است دلدار به من گفت چرا غمگینی در بند کدام دل برکی شیرینی برگشتم و آینه به دستش دادم برگشتم و آینه به دستش دادم گفتم که در آینه کی را میبینی جان گفتم که در آینه کی را میبینی جان لای 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 دلم کباب است جان لای 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 دلم کباب است به چشمی دل برون جام شراب است آی رو باب است دل کباب است آی رو باب است دل کباب است گر چیز شوم تو روح و جانش باشی در دل بشوم تو در میانش باشی در عشق شوم به خاک پای تو فدام در عشق شوم به خاک پای تو فدام در چشم شوم تو مردمانش باشی جان در چشم شوم تو مردمانش باشی جان لای 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 دلم کباب است جان لای 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 دلم کباب است به چشمی دل برون جام شراب است آی رو باب است دل کباب است آی رو باب است دل کباب است آی رو باب است دل کباب است هنرمند منبع نور است که به دلها سرور و به دیده ها نور می بخشد. توسط هنری اصیل انسان را به عالم زیبایی رسیپار می گرداند. چون خداوند کریم نکت از گل، نوش از انگبین، گرمی از آفتاب و صبر از بحر، زیبایی از بهار و خوشگویی از اندلب و هر آن چیزی که برایش پسندیده شد قطره قطره ذره ذره جمع آورد و زن مادر را آفرید. بگذار هنری بانوان ما، هنری گلدختران ما همین گونه زیبا باشد و میگذاریم به بخش سیومی فستیوال آزمونی امروزه. بخش سوم فراگیر آرایش و میبافی زمانی معاصر بوده. آرایش می به طرز زمانوی با لباسهای ملی و زمانوی صورت میگیرد. مرحبا.
نسل فردای جهانی شاد را دست باید داشت هر گلغنچه که به وشت آرد دل اولاد را. سرود نوبتی در اجرای غالب آزمونی دوری شهری سربازی وطن حافظ حاتمов. شکایت میکنم گاهی ملامت میکنم گاهی حمایت میکنم ای تو همیشه روشنی ای خوبی خوب ای جاویدان دنیا اگر یادت کند دنیای من با من بیمان تو بیا دل آزارم تو بیا بقرارم تو بیا انتظارم تو بیا تو بیا دل آزارم تو بیا بقرارم تو بیا انتظارم تو بیا ابتدایی بودنم آغازی لبک شادنم ای اوج در پروازی نور ای موجی دریای سرور ای از من و از من جدا بشنو مرا بحری خدا به تو ندارد انتها این ماجرا این مدعا تو بیا دل آزارم تو بیا بقرارم تو بیا انتظارم تو بیا تو بیا دل آزارم تو بیا بقرارم تو بیا انتظارم تو بیا تو بیا دل آزارم تو بیا بقرارم تو بیا انتظارم تو بیا تو بیا دل آزارم تو بیا بقرارم تو بیا انتظارم تو بیا تاجداری سنتی ما رستگاری زینتی ما بخت و تخت و سولتی ما باشد در وحدت ما تاجیکستان تاجیکستان
کعبه دل نور ایمان. نهایت رسیدیم به بخش آخرین فستیوال آزمون، یعنی بخش چهارم. بخش چهارم نمایش گیسوی درازترین می باشد. گل دختران و دوسترایکان کودکان را استقبال میگیریم. مرحمت. گل دختران تاجیک، روح و روان تاجیک، آرام جان تاجیک،
سروی روانی تاجی. نماینده ها از مؤسسه های تعلیمی، تحصیلات عالی، کسبی، میانه، جماعت های دهات، محله های شهر، گیسوانی خود را لباس های زیبای ملی تاجیکانه خود را با آرایشات موی و روی به نمایش گذاشتند در 4 بخشی البته در نظامنامه جای داشته و حالا ما البته هیئت یکمان را به خانه مشورتی دعوت میکنیم تا آنها بهاگذاری خود را معین کنند. من جلالова مامورا آموزگاری مکتب نو دهه یاری جماعت دهاتی یاری افتخار میکنم که به این چکامه گسو یعنی که به این بانوانی مدراس اشتراک دارم. فرهنگی ما با موی دراز با سر و لباسمان ما هر یک بانوان تاجیک افتخار میکنیم. موی درازی ما لباسی ما معرفیگری ملتی ما. امروز در شهر پنجکند فستیوال ОЗМУНИ چاکوماи گسو برپا شده است که در آن گلدختران شهر و ناحیه اشتراک دارند. مقصد از این گذراندن ОЗМУН آن است که ما باید با موهای دراز و بافی ها با سر و لباس پوشی عنعنوی مردم با سر و لباس کرتی اطلس رو بیاریم. این زیبی دختری تاجیک زنان تاجیک می باشد که خیلی اهمیت کلان دارد. من به اشتراکچیان ОЗМУН موفقیت می خواهم، برار می خواهم. ای سرزمینی باستان، ای گذرگاهی نسیم آستان، ای نکو مرزی نیاگانی بزرگ، ای تمنای زمین و آسمان، ای نکو مرزی نیاگانی بزرگ، ای تمنای زمین و آسمان. آمدم بر خاک تو بهری سجود، از دوشنبه پای تختی تاجیکان، بر سری تختی نیاگانم درود. از دوشنبه پای تختی تاجیکان، بر سری تختی نیاگانم درود. ای سرزمینی باستان. از میما را وصل می بخشی به ما، ای حقیقت را نشانی سروری، ای حقیقت را نشانی سروری.
سرزمینی باستان ای گذرگاهی نسیم آستان ای نکو مرزی نیاگانی بزرگ ای تمنای زمین و آسمان ای نکو مرزی نیاگانی بزرگ ای تمنای زمین و آسمان ای تمنای زمین و آسمان ای تمنای زمین و آسمان عزیزومه عزیزومه عزیزم عزیزومه عزیزومه عزیزم میخوانم من عاشقانه تو برو بیرون از خانه میمیرم اگر نآیی میدانی آخر تو یانه بیا که در این زمانه عشق من و تو نمانه عزیزومه عزیزومه عزیزم عزیزومه عزیزومه عزیزم زلفکاتا کردی شانه تو مرا کردی دیوانه زلفکاتا کردی شانه تو مرا کردی دیوانه ای دختر بیا با پیشم بوسه بده عاشقانه با خدا که یارو تسم تو دیگر مکن بهانه عزیزومه عزیزومه عزیزم عزیزومه عزیزومه عزیزم روزی که تو رو ندیدم به تو تنهایی کشیدم روزی که تو رو ندیدم به تو تنهایی کشیدم تو رو نکردم فراموش بیا بگیرم براغوش خودت میدانی ای دختر راه گشتن نکاد مرا کشت عزیزومه عزیزومه عزیزم عزیزومه عزیزومه عزیزم میخوانم من عاشقانه تو برو بیرون از خانه میمیرم اگر نآیی میدانی آخر تو یانه بیا که در این زمانه عشق من و تو نمانه عزیزومه عزیزومه عزیزم عزیزومه عزیزومه عزیزم ОЗМУНИ پیمان منو دریا دو همراهمون دو تنها منو دریا سوره ساز موره پیمان منو دریا دو همراهمون دو تنها منو دریا زی یک سر چشمه می آیم یک سر چشمه کوهیم زی یک سر چشمه می آیم یک سر چشمه کوهیم با پایینی ها از آن بالا
ману дарё ба пои ниҳон аз он боло ману дарё دلی من مستی طوفان ها دلی او مستی طوفان ها دلی من مستی طوفان ها تو سرمستم و پر سودا منو دریا تو سرمستم و پر سودا منو دریا تو رقصاز مورا پیمان منو دریا دو همراهمون دو تنها منو دریا نپروایی ملامت ها نپروایی سیاست ها نپروایی ملامت ها نپروایی سیاست ها تو دیوانه تو بے پروا منو دریا تو دیوانه تو بے پروا منو دریا تو رقصاز مورا پیمان منو دریا دو همراهمون دو تنها منو دریا با تو شکستم با عشقی تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم با تو مستم به تو قلبم شکستم با عشقی تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم تو ای آرامی جان تو ای نامهربان بیا و پیشم بیمان رحم بیکن نوجوان در عشق تو اسیرم درد آمد به زنجیرم از من مباش عشق من با خدا من میمیرم با تو مستم به تو قلبم شکستم با عشق تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم با تو مستم به تو قلبم شکستم با عشق تو زنده هستم بیا
وقتی من بیقرار رحم بکن ای نگار چشمی من در انتظار مده دلم را زار مرو از من ای یارم به تو من سخت بیمارم تو را پرستش دارم با درد دارم با تو مستی مستم به تو قلبم شکستم با عشق تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم با تو مستی مستم به تو قلبم شکستم با عشق تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم با تو به تو با عشق تو بیا بگیر زی دستم با تو مستی مستم به تو قلبم شکستم با عشق تو زنده هستم بیا بگیر زی دستم سروی ناز رشکی بهار زبنده دل نواز چشمی خمار زبنده مشکی پیشکی من آی شکر ناز کنی مشکی پیشکی من آی شکر ناز کنی چشمکات میشگون در از وقتی شکر زبنده چشمکات میشگون در از وقتی شکر زبنده لب شکر جان و جگر چشمی مرا مکن تر تو بکن عشق و شیرین جلوه بکن شیرین تر جانی من مست شود مستی جمال زیبات ای قرار دل ها ای بهار دل ها تو بیایی والله بکنم تولا سروی ناز رشکی بهار زبنده دل نواز چشمی خمار زبنده مشکی پیشکی من آی شکر ناز کنی مشکی پیشکی من آی شکر ناز کنی چشمکات میشگون در از وقتی شکر زبنده چشمکات میشگون در از وقتی شکر زبنده ای گلکی زیبای جان به تو شیدا ای دلکی شیدای کی داره پروا ای گلکی زیبای جان به تو شیدا ای دلکی شیدای کی داره پروا یار دیده های ما رو خنده کند دوباره خنده بکن تو یارو شادی به دل بیارو شادی به دل خنده بلب ای دل بری دلارو خنده بلب عجب دل به طرف نگارو ای گلکی زیبای جان به تو شیدا ای دلکی شیدای کی داره پروا شکر شکر میخندی های پشتی تو روم به خانه در میبندی های دستم که نمیرسد که گیرم دستت های بر ماهی بلندی آسمان مانندی
خنده 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 با خنده ها مبنده بنده 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 با دل بریده بنده خنده 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 با خنده ها مبنده بنده 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 با دل بریزه بنده های دل داده ای من هزار و یک ناز دارد های ناشکری خدا بلند و پرواز دارد های مادر غمی او بسد حوض آبادا های او میل به اصفهان و شیراز دارد خنده 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 با خنده ها مبنده بنده 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 با دل بریده بنده خنده 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 با خنده ها مبنده بنده 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 با دل بریزه بنده ای گل تو بیا راز بگو ناز مکن یاره ای جنگر جان جنگی نواخاز مکن یاره ای گل تو بیا راز بگو ناز مکن یاره ای جنگر جان جنگی نواز مکن یاره ما تشنه ای صلحیم بیا صلح بکن جانه ما تشنه ای صلحیم بیا صلح بکن جانه زینهار کتابی غم دل باز مکن یاره زینهار کتابی غم دل باز مکن یاره دلدار مرا مست بکن از گل بیدارت این هست به یادی گل زیبا گرفتارت پیمان به تو بستم نکنی رشته ای پیمان را دیوانه شوم سر بزنم بر در و دیوارت ای گل تو بیا راز بگو ناز مکن یاره ای جنگر جان جنگی نواخاز مکن یاره ای گل تو بیا راز بگو ناز مکن یاره ای جنگر جان جنگی نواز مکن یاره سلام دوستان سری کوهی بلند میکشد یار بقاشش اسمی تر میکشد یار سری کوهی بلند میکشد یار بقاشش اسمی تر میکشد یار نمیدانم کی استادش کی باشد بر روی دفترم خط میکشد یار نمیدانم کی استادش کی باشد بر روی دفترم خط میکشد یار لالا 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 انگوری باغ خالم لالا 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 انگوری باغ خالم کوهی بلند میزنم یا اشرگم کردیم تای میزنم یا سری کوهی بلند میزنم یا اشرگم کردیم تای میزنم یا اشرگم کردیم اشتوری شاهی اشارت میکنم پیشم بیایی اشرگم کردیم اشتور شاهی اشارت میکنم پیشم بیایی لالا 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 انگوری باغ خالم لالا 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 انگوری باغ خالم لبت قندو لبت قند
با دو دستی ادب چو دادنت خند لبت خندو لبت خندو لبت خند با دو دستی ادب چو دادنت خند با بالینی بلند سر ماندنت خند با تقدیری خدا خند دادنت خند با بالینی بلند سر ماندنت خند با تقدیری خدا خند دادنت خند لالا 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 انگوری باغ بالا لالا 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 انگوری باغ بالا سر کوهی بلند آلوشینانه درختی سبزرد آلوشینانه سر کوهی بلند آلوشینانه درختی سبزرد آلوشینانه درختی سبزرد آلوی سنبل چرا دل آمدی به دسته گل درختی سبزرد آلوی سنبل چرا دل آمدی به دسته گل لالا 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 انگوری باغ بالا 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 لالا 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 انگوری باغ بالا. در آخر چهاربینی بهترین ها با سپاسنامه و تحفه‌های خودروی از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن سرفراز گردانیده شدند. شکری آباد، شکری خاکت، شکری شام و شکری صبحی عطرناکت، تاجیکستانی عزیزم، مادری جان عزیزم. حاضرین ارجمند، حالا برای جنبست کردن فستیوال آزمونی شهری چاکومائی گسو سخن به رئیس حکمان فستیوال آزمون به محترمه نارینیسا خدایار و داده می شود. مرحمت. باعث سرفرازی است امروز در یکی از تالارهای بسیار هم پرهوای شهر پنجکن آزمون چاکومائی گسو برگزار شده است. آزمون چاکومائی گسو و خاصتا دیگر آزمون‌هایی که در سطح جمهوری برپا می‌گردد نعمت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است و برگزار نمودن آزمون چاکومائی گسو این بلند برداشتن مقام و منزلت زن، مادر، خواهر در جامعه میباشد که از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خاصه برای بلند برداشتن مقام و منزلت زن قانون‌ها و امضا می‌رسند و پیش از همه خوشبختانه ما زنان مادران را امروز دولت و حکومت قدر کرده می‌توانند. آزمون چاکومائی گسو هر یک آزمون، هر یک فستیوال، هر یک چهاربینی که برگزار می‌گردد هدف خود را دارد و پیش از همه برپا گردیدن آزمون چاکومائی گسو این پیش از همه احیا نمودن بلند برداشتن مقام و منزلت زن و همزمان ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ و اون عرف و عادت‌هایی که از گذشتگان ما با ما میراث گذاشته است و برگزار می‌گردد و البته خیلی شما در ابتدا حس کردید هر یک آزمون، هر یک فستیوال شرط‌های خود را دارد و پیش از همه برای اجرا نمودن شرط‌ها هر یک نفر آمادگی می‌بیند و ما در شاهدی هر کدام شما احساس کردیم که اینجا دخترکان خیلی در پیش ما و شما با یک حسن زیبا، با یک حرکت‌های جذاب، با یک لباس‌های بسیار هم برای خودشان شنم نزد ما به نمایش گذاشتند و ما عهدی حکمان از اون زحمت‌هایی که شما کشیدید دختران، خواهران، فرزندان عزیز ما خیلی هم خرسند شدیم و حس کردیم که امروز زنان و دختران ما خاصه دختران پنجکندی، زنان پنجکندی میتوانند به تاریخ و فرهنگ، به عرف و عادت و به آن چیزی که تا به امروز با ما میراث آمده رسیده است، آن شرم و حیا و همه آن رکن‌هایی که به واسطه به زن مادری تاجیک خاص است ما در سیمای اینها دیدیم
و خیلی خرسند هم شدیم ولی آزمون است آزمون شرط‌های خود را دارد و باید ما به شرط‌های آزمون اهمیت دهیم اون را بواسطه بهاگذاری نماییم و اینجا ما هیئت ابتدا با شما معرفی شدند ما خیلی مشورت کردیم شما حس کردید که مشورت ما خیلی دوردراز بود به خاطر اونی که هر کدومی که اینجا برآمدند بسیار بسیار زحمت کشیدند مهنت کردند و توانستند که همون هنر خود را پیش از همه برای ما و شما نمایش داده توانند و در شرط‌های آزمون بسیار اینجا دقیق عمیق گفته شده است که در برابر اونی که ما امروز در زمان معاصر زندگی داریم ما باید از تاریخ و فرهنگ گذشته خود هم با خبر باشیم یعنی ما دانیم که مادران ما چطور می میگفتند چطور آرایش میدادند خودشان را و در یکی از شرط‌های همین آزمون پیشنهاد شده بود که ما باید همون طرز میبافی طرز کوکول بستن دختران طرز جمالانگوفی که ما شما میگوییم همین گونه عملها رو زنان در دوره‌های گذشته چطور اجرا میکردند و چیزی از همه اساسیش اون است که امروز اگر ما به عروسان خودمان اگر اهمیت دهیم عروسانی که مادران با امید پوپک‌های بسیار زیبا برای آماده میکنند در مورد عروسیشان ما نگاه میکنیم که همین چیزها حاضر همش قریب که از بین در حقیقت رفته است اکثرت عروسان ما در آرایشات موی طلبات‌های زمان معاصر را استفاده میکنند یعنی پوپک‌ها از بین رفتند قریب همون میده بافی‌هایی که باید امروز عروسان به جا بیارند ما عیان شاید در یکم دههای دوردست یا در موردهای طلبان بعضا میبینیم لیکن همون میده بافی‌هایی که به حد زیبا است آنها را قریب که امروز ما نمیبینیم و مقصد همین امروز فستیوال هم همین بود که امروز باید دخترکان یکی از شرط‌های اولینش باید که صاف به همون عنعنه‌های گذشته مردممون مخصوصا زنها باید امروز اهمیت میدادند و ما دیدیم که دخترکان شاید وقت نیافتند برای همین گونه عمل رو اجرا کردن خیلی کم دست بینشون خیلی چی بود همین انگوش شمور بود هم گیم خطا نمیکنم دخترانی که به همین طرز نزد ما نمایش دادند و یا اینکه دخترانی که در گرد توپی مویشان را چنبرک نمودن نگاه میکنید خیلی زیبا با همون توقی و با همون موی درودشان موافق است لیکن لباسشان خیلی هم زمانوی است که دستها خیلی هم بوتا با همون بالایی لوچ است این به معنی اون است که باید اونها لباس رو هم باید با همون رنگ روی موی موافق بکنند لیکن همین چیز رو ما در همون شرط اول احساس نکردیم و دیگرش اینکه شرط دوم از یکون افسانه ها از یکون خاصه از افسانه هایی که امروز تا با ما آمده هستند و حتی فیلم های زیادی هستند که دختران در دوره های پیش چطور موها رو آرام میدادند موها رو به طرز هرچند آن چی است قدیمانه است لیکن به زمان امروزی ما خیلی موافق هم هست به نهایت خوشی موهاشون رو آرایش میدادند که ما همین چیزها رو هم خیلی کم احساس کردیم البته بودن لیکن باید همین گونه عمل رو اجرا میکرد شرط دیگری آزمون میلهای خیلی درازه که زحمت بسیار رو طلب میکند برای نگاه بینش و دختران امروز توانستند و شما هم شاهد بودید که دختران چقدر برای دراز کردن مویشان زحمت کشیدن و هر نفری که اینجا برای نمایش برآمدن و در جایمون نشسته خیلی با آنها احسانات گفتیم و خیلی آنها رو ستایش هم کردیم که چطور آنها توانستند موهای خود را تا به این اندازه دراز کنند و من شاید آرزو میکنم که در همون اگر امکانات در همون رکوردهای گینیس هم به درازهای ما پیدا شوند و دیگرش این دیگر یکی از شرط‌ها آرایش موی در زمان معاصر بود امروز اگر ما با سامانه‌های اینترنتی وارد شویم نگاه میکنیم که از یک ریزینی که امروز ما در سرمون مویمون جمع میکنیم از یک ریزین چند نمود چی میگن آرایش موی رو
عملی میسازم چند نبود لیکن ما امروز بیشتر احساس کردیم که دخترکان ما تنها با همون یک موی گفتن با یک مویشان رو در پشتشان با یکون طرزی مخصوص 2-3 نفرشان لیکن مویشان رو بیشترشان هم 2 سر داده جمع کردن و این هم یک اندازه همینجا اگر امکانه بود مخصوصا مشاطه های ما می توانستند امروز که خیلی در شهر پنجکین زیاد است مرکزهای آنها با واسطه این دخترکان هنر خودشان را به مردم نشان میدادند که آنها از عهده کدام طرز آرایشی موی و روی دخترها برآمده میتوانند. ما احساس کردیم که لباسها خیلی هم شنو و زیبا است لیکن در مسئله آرایش موی ما در اینجا کمبودی‌های زیادی رو احساس کردیم. نه وابسته از همین ها امروز دخترکان جرأت کردند خیلی زحمت کشیدند آمادگی دیدند و اینجا به صحنه برآمدند که من از نام هیئت حکمان و همه اینها برای که زحمتاشون یک جهان تشکر میگم. حاضرین ارجمند حالا من بسیار میخوام که معاون یکم رئیس شهر اینجا باشند شاید هیئت حکمان هم اینجا میبیایم و ما از بین همه آن اشتراکچیان آن نفرانی که خیلی فعال بودند آن نفرانی که به همین شرط‌های آزمون خیلی نزدیک آمادگی دیدند همین تحفه های آنها رو در برابر اشتراک فعالانشون با اصحابانشون بسپاریدیم. من خواهش میکنم از هیئت حکمان یکی از شرط‌های آزمون این احیا نمودنی همون طرز آرایش مویهای قدیمانه یعنی آن چیزی که از گذشت از مادران ما تا بامون به میراث آمده است. ما اساسا اینجا خیلی مشورت کردیم و بیشتر به رقم‌هایی که در پیش دختران ایستاده است ما به همونها اهمیت دادیم و رقم‌هایی که در پیش شما و یعنی شما به همون چی بگم به همون شرط آزمون خیلی نزدیکی داشتید. بنابر همین من از رئیس کمیته کار با زنانی حکومت شهر خواهش میکنم از رئیس محترم خواهش میکنم که همین تحفه ها رو و اینجا رقم 54 کنده ها رو در شرط یکمی آزمون کنده ها رو از هر یک نفری که اینجا صاحبی تحفه می شود باید هر کدامی ما شادی کنیم. خواهش میکنم خطر و دیگرش نریزوی با رقم 51 صباحت رقم 43 و رقم 36 سایهونه او نویستگی اگه ببخشیدون رقم 8 زهروی رشید رقم 48 جمعه و 48 در نامیناسی چهارم شهزاده رحیمزاده رقم 15 خیلی زحمت کشیدن برای ما رو درست کردن. همچون ارگش و رایمونه رقم 88 رقم 14 جلال و ماموره ارگش و رایمونه
سرفراز گردانده شدم. از نام هیئت حکمان باری دیگر تبریک و تهنیت میگیم و آرزوی امید عمر رو میکنیم که هر نفری از شما امروز امکاناتی پیدا کنید که در این گونه آزمون ها اشتراک نمایید و خوشبختانه یکی از نفرانی که در تشکیل نمودن همین آزمون بسیار سهم ارزنده گذاشتند عبدالرحمن و مبزونه بانو. این آزمون در سطح ولایت در سطح جمهوری باز ادامه می‌یابد و من باوری کامل دارم که بسیاری از نفرانی که امروز در نزد شما برآمد کردن شاید در آزمون‌های ولایتی و جمهوری اشتراک نمی‌کنند. من می‌خواهم که پنجکند را به همون طرزی که معرفی کنم که شهرت پنجکند در تمام دنیا امروز آوازدار است، بگذار بیشتر و بیشتر آوازدار باشند. سلامت و سربلند باشید. من ارگشوا ریحانه علیشریونا ساکنی ناحیه شهرستان دانشجوی کورس سیومی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند میباشم. من امروز در آزمونی چاکومای گسو اشتراک نموده سزاوار سپاسنامه گردیدم. کوشش می‌نمایم که در آینده من خود را دراز نموده جای اول را اشغال نمایم. من زهرای رشید خواننده صنف 6 در دهه چنار در مکتب 37 تحصیل میکنم. من امروز بر آزمون چاکومای گسو اشتراک کردم. من سزاوار سپاسنامه گردیدم. من میخواهم امسال باز در آزمون چاکومای گسو اشتراک نمایم. من حکیم و سلامت خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47. من امروز در آزمون چاکومای گسو اشتراک کردم. آزمون خیلی جالب و رنگارنگ گذشت. من با وجود آنی که در این آزمون غالب نآمدم رای افتاده نیستم، چون که من میتوانم سال آینده در این آزمون اشتراک کرده جای نمایان را اشغال نمایم. من با بقولزاده معرفت از دهه زبان من در آزمون چاکومای گسو اشتراک نموده جای سیوم را اشغال نمودم. لمینات 4 می دراز.